میخائیل ماتویوف وکیل دومای دولتی روسیه طلب کرده است که کودکان مهاجران از این کشور اخراج کرده شوند. ماتویوف با نفرتش به مهاجران مشهور است. او در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که در روسیه تخمیناً 800,000 خارجی سن و سال مکتبی به سر میبرند. از این بین به گفته او تنها 25% با تحصیل در مکتب‌ها فرا گرفته شدند. ماتویوف نسخه یک سند وزارت کارهای داخلی روسیه را نمایش داد که طبق آن گویا 75% فرزندان مهاجران در مکتب‌ها نمی‌خوانند. این وکیل مردمی روسیه ابراز داشته است که قریب 5 میلیون فرزندان مهاجران به اصطلاح کوچه‌گردی می‌کنند. آنها در اینجا به کی در کارند؟ کی می‌تواند فهماند؟ 5 میلیون کودک از تحصیل محروم مهاجران. آنها میدانچه‌های بازی فرزندان ما را بند می‌کنند. آنها در گله گرگان جمع شده در جستجوی ماجرا به مرکزهای تجارت می‌روند و اطفال ما را طعمه حمله‌هایشان می‌کنند. آنها الکی غارت و تجاوز می‌کنند و می‌کشند. از 1 اپریل در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر پایه آن فرزندان مهاجران پیش از ثبت نام در مکتب‌ها باید امتحان زبانی روسی سپارند. هر کسی که از این امتحان نگذشت می‌تواند خود را برای تحصیل علاوگی نام‌نویس کند.